در وزارت تندرستی کمیسیای مرگ‌انجامی داریم که از در آن شامل هستند تمام پروفسورهایی که مشغول کار هستند بواسطه و این مسئله را دیده برآمده بودند و به این نگاه نکرده وقتی که ما همین را گفتیم که ما جزا داده نمیتونیم در حالتی که اگر دل جنایتی کشوده شده باشد و ما همه وقت منتظر میشیم که از طرف سود چی قرار برآورده میشه و قرار هم برآورده شده که نسبت این مسئله متاسفانه ما میدونیم که این مسئله در کمبودیا از طرف دکترها اکوشر گینکولوژی که بیوسته بیمار در سر و کار داشتن هست. گنجین هستم از رادیوی آزادی. سوال من همین بود که در همین سالهای اخیر مردم یک نوع نگرانی هم میکنن از اون که زنها بیشتر طبیبان کوشش میکنن که کیس زنها رو میکنن. در همین یک سال اخیر چقدر زن کیس رو تمام کرد و نظر شما در این مورد چی هست؟ ما نسبت مسئله برش قیصر میگه من کیس را بسیچه برش قیصر در حقیقت راستگر کمتر یک معما ورینم است. مثال دولت ایران برای مثال میگه من دولت ایران قریب همه زناشونه برای که نمیخیر جوان و زیبا مانه برش قیصر میگذارن وقتی تولد. همین ما اینجا بگیم که برش قیصر ایران میکنن باید زیادتر میکنن. راست دیگر یک موقعی کمترک وزنیتر دستیم و فکر میکنم اساس کار ما باید بواسطه همین دکترها را تجربه دکترها را جانب کنیم. همین دکترها با مشکلات نکنن. دکترها همشان جراحای خوب باشن. اساس کار فکر میکنیم ما باید در این سمت کار کنیم. امروز ما مجبور کنیم که برش قیصر نکنیم زیاد میکنیم یا برخلاف کار میشه. بسیار در ما سببای زیاد هستند که ما میتونیم بگیم که برای برش قیصر گذراندن در کار. لیکن به این نگاه نکردن من برای آمانه گفتم میتونم که همه زیاد ما در ولایت صبح برش قیصر همین خیلی است؟ در مجموع زیادتر خرید 3450 در ولایت صبح عملی شده. لیکن نشاندار عمومی جمهوری 6% که فکر نمیکنیم که تا این درجه زیاد باشه. 6 مرحبا. نسبت سوال دوم شما همتون از تلویزیون هم دیدید وقتی در جانباغ مرکز شد تا این 2-3 سال است که نسبت پیش از همه این سفارش سرور دولت است استفاده بری و قریب که تاجیکستان یا چای یا نوشابه یا یک چیز دیگر تیار میکنن استفاده میبرن. این کار آیست مواد صادراتی گفتنیم که سال گذشته دامنه قریب 15 میلیون مواد فعال بیولوژی یا که نیم تیاری همی داشت. شما کمتر برتر هستن دانش رو یا که تجربه بالاتر دارن و امروز اون جوانی که با همین برای خدمت رسانی و مردم در ساحه طب می‌آیند شما امروز با باوری می‌توانید که شما مثلا همین چیز را یا اینکه همین خدمت رسانی به دست ما می‌سپارید. این سال وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی یک نظارت شد نسبت این مسئله گفتنی هستم که در حقیقت به خاطر که بواسطه ما با معیوبایی که در سیستم حفظ قریب که سال 8 9 یا 10 ساله که به طور پیلوتی برنامه کفالت‌های دولتی عملش رسیدن که قریب که فرمان 600 قطعی برنامه کفالت‌های دولتی قریب که مانندی بسیار زیاد دارند و همین خاطر چی را گفتنی هستم که پیش از همه نقلنامه‌ها از طرف اگنتی ضد مونوپولی همه اینا نظارت کرده میشه. مسئله دیگرش از طرف خدمات نظارت فعالیت طبی که در وزارت تندرستی است. اینچنین خدمات نظارت فعالیت فارماسیوتیکی و
хоҳем нахоҳем ба тамомаш дороворӣ қати табобат алоқамандӣ дорад, оно назорат мекунанд, ё ки хадамоти санитарию беҳдоштие ки дорем, оно ҳам тамоми процесси тозагии табобату дигара ҳама ино назорат мекунанд. Ба ғайри ино ҳам и корхонаҳо аз тарафи агентии коррупсия ё ки прокуратура ё дигар чизо назорат мешавад. Мисли ҳама корхонаҳое ҳаст ва фикр мекунем ки процесс ҳам оҳиста оҳиста хуб шуда истодааст. имрӯз мардум дарк мекунад ки пулакӣ аст, имрӯз нархномаҳоро талаб карда истодиянд. мо ина ҳама ҷо гуфтем, ҳама ҷо бояд ки нархномаҳошон пешниҳод карда шавад, нархномаҳои тасдиқ шуда. ҳамин процесс оҳиста оҳиста хуб шуда истодааст. камбудиҳо аст, фикр мекунем ин кори як фикр кунем ки иттиҳоди шӯравиам қадар сол бепул якбора пулакӣ мегзарӣ, хоҳӣ нахоҳӣ камбудиҳо мешавад ва процесс рафта истодааст. خب نسبتی مسئله بیماری‌های دیابتی قند گفتین جاغر اینا همین گفتنی هستن که ما به قدر امکان سبب‌های زیادشوی بیماری سرطان هم ما گفتیم اینجا که ما شخصا حساب میکنم سبب زیادشویش این پیشروی علم و تکنیک امروز. برای مثال گفتیم، برای مثال میگیم امروز کامپیوتر توموگراف میگیم با توموگرافی مغناطیسی رزونانسی میگه این قدر قبط بریده هر یک ارگان نشان میده. با همین خاطر ما بسیار وقت اساسش همینه که پای هم امروز می‌یابند که در مراحل اولی بیماری که همین بیماری سرطان دارد. اساس سببش همین است. این خیلی گفتن ممکن نیست که در ما بیماری زیاد شده است. پیش هم بود. پیش نمیفهمیدن میمرد میرفت طریقتی نمیفهمیدن که باید بیماری سرطان است. هر چیزی دینی دا وابسته میکردن، سیاه‌باد هم میگفتن، دیگه هم میگفتن، حقیقتی نمیفهمیدن. ما سببش در همین حساب میکنیم. نسبتی تامیناتی مواد دارویی دا به قدر امکان مثل بیماری دیابت جاغر اینا را ما هم تشکیل خارجی ها قطعی کار میکنیم. کم و زیاد هم باشه یا مقدار مردمی که نارسایی دارند کم بزاعت هستند. امروز یاردم کرده ایستادیم که موادهای اینا که برای بیماری سرطان میدونیم بسیار موادهای گران‌ارزش هستند یاردم کنیم. به قدر امکان یاردم کرده ایستادم. و امروز ما گفته میتونیم که ما این روی راست گفته میتونیم که نه مرکز سرطان شناسی یا نه مرکز دیگر و نه در تمام دنیا قریب که همون تبابت به قدر امکان 100% از حساب دولت اجرا کردن نمیتونن. تاجیکستان هم مثل یعنی دولت ها است. خب نسبتی سوال دیگر تان دیابت در کودکان گفتیم ما دیابت یکی از سبب‌های اساسی دیابت ارثیت است. این هیچ کس ما باید نقض کنیم که ارثیت است و به همین خاطر امروز کودکان هم است. دیابت کودکان هم شده ایستاده است. چند نفر شده؟ 400 نفر دیابت کودکان. که به حدی بسیار یک دیدن در حال کودک بیچاره را که هر روز باید انسولین گیره یا که نمود یا دیگر تامین هستند بسیار وزمین است. شایستان ما یک چیز را گفتنی هستم که امروز ما گفتیم که پروسس رفت. پروسس مسئله پولکشوی در تاجیکستان هم مثل دیگر دولت ها رفت. این جای عقیب گشتن نیست. به خاطر که تمام دنیا هم میکنند. امروز ما روز به روز اینا را ما برای آماری هم ما میتونیم حساب کرده برای ایامی فرمان 600 خطی دیگه اینقدر نفر کم بزاعت را همون بیمارستان ها به یگان چی یاردم میکنند. این هم باید درک کنیم همون. در حقیقت ما یک طرف هم میبینیم نفر یک از پول گرفته یا چی همین هم میبینیم یکی کار و باری یک بار فکر کنیم همین مرکز ملی روی چقدر آدم مراجعت میکنه. یک بار برای مثال خیلی فکر نکنه که همه یه پول میتیو این همه که ناخلاف همه جدا هست همه کارگرهای از اون جمله باید طالبات هم که بیرحمی میکنن بعضی هاشون ما اینا میفهمیم لیکن به هر حال امروز پروسس رفت مردم درک میکنه که پول سپرید یک بار با دیگه جا دادن در کار نیست و ما هم خدمات های ما همین نظارت میکنن. ما گفتیم روزهای نزدیک نسبتی فرمان 600 یک گروه علایده سنجش در برآورده
нисбати таъминкунии нафарое ки пул супоридан чӣ хел табобат мекунанд. Мо ҳамин масъала қади кор карда истодем. Раҳмат. Марамат. Муассисаҳои мо ки айёдаи кор набурояву барқи тозара, хати барқи тозара таъмин накарда бошад. Яке дигар ҳама муассисаҳои мо бо хати тозаи барқ таъмин ҳастанд ва ин қадар мушкилоте ҳам надорем. Ба ғайри ин ки бо тамоми ҷоеш ки бунгоҳо аст ё дигар аст, генератори дигар воситаҳои печкаву дигарошона дорад. Нисбати ҳизби халқи демократӣ овозам метиҳам ҳамида бевосита марамат ташвиқотам мебарам ҳамчун аъзои ҳизб марамат.